خب بچه ها امروز اومدن برای فیلم برداری سینکم. هلو، خوش اومدین به امروز. چطورین بچه ها؟ خوبین؟ چینو رو براتون آوردم. ببین امروز صبح این بچه اصلا بغل، یعنی البته امروز صبح استثناء خاصی نیست، همیشه همینه چینو، ولی دیگه من واقعا این قضیه هست که میگن نمیدونم یه نشون میدن طرف تو ذهنش هزار تا فکره، بعد یهو میره بغل پتش آروم میشه. یه ترندی هست در این ویدیوهای اینستاگرامی یا تیک تاکی که پتشو بغل میکنه، طرف اصلا مشکلاتش یادش میره. دقیقاً موکا چینو بر من همینه. موکا متاسفانه اجازه بغل نمیده، ولی خب این چینو اصلا یعنی اجازه برعکسه، نمیذاره بزنمش پایین که خدا رو شکر الان میخواد بره پایین، چون دروغ نگم بهتون دستم درد گرفت انقدر. بیا الانم میگه که برم پایین، ولی خب نیت اینه که دوباره بیارمش بالا جور دیگه بغلش کنم. حالا امروز برنامه چیه و امروز چندم کی چند شنبه است؟ امروز چهارشنبه است. نمیدونم 20 چند تیره اینجا براتون نوشتم، ولی چیزه من امروز صبح که بیدار شدم رفتم مطب مامانم، بعد اونجا یه مصاحبه کاری داشتم، بعد دیگه کارامو انجام دادم و برگشتم. دیگه براتون ویدیو نگرفتم چون میخوام اونجا افتتاح بشه و یعنی یکم بیشتر پیش بره، بعد بهتون ویدیو میگیرم تا این ولاگم هم نشون میدم. بعد دیگه اینه که اونجا ویدیو نگرفتم و الان برگشتم خونه و میخوام سری کارا رو انجام بدم که بهتون نشون بدم چیه. ولی در کل بهتون بگم من این 3-4 روزی که گذشت چی شد که اصلا از چهارشنبه شروع کردم، این چند روزی که از این هفته گذشت، هم اولش رو خیلی شلوغ بودم چون میخواستم کار رو انجام بدم تا به تعطیلیا نخوردم، همین که واقعا تو این تعطیلی دوشنبه سه‌شنبه این هفته خیلی استراحت کردم. ببین اصلا گوشی نگرفتم دستم، یه کار دستیمو درست کردم فقط که بهتون گفتم و سعی کردم که خیلی از لحظاتم لذت ببرم. خلاصه که یهویی اگه پریدیم چهارشنبه دلیلش اینه، ولی خب بجاش براتون کلی حرف دارم، واسه همون تایمه یه ولاگ کامل و این ویدیو داره. ببین چیه برنامه روز قراره چیکار کنیم به غیر از اینکه من صبح اون حرکت رو انجام دادم. ببین من چسب جوش زدم، واقعا پوست حساسیدم، انقدر خوشحالم که میخوام تو کلینیک مامانم فیشال بزنم و واقعا میخوام خودم هفته یه بار فیکس برم فیشال، چون من بسیار پوست مستعد جوشیدم. الان من شما رو کجا آوردم؟ لاندری خونم. من واقعا عذر میخوام که اینجوری ترکیده خب، ولی این دستمالا رو من گذاشتم خوش بشه، الان مرتب میکنم برمیدارم، ولی میخوام این لاندری تا این یه تیکش تموم نشه من واقعا اینجا همینطور میمونه به نظرم. میخوام اینجا رو یه کوچولو بهتون نشون بدم و اینکه واقعا نظم دهنده باعث میشه که این دستمالای منم حتی یه حالت این شکل نشه، اینجا اینقدر شلخته نباشه. حالا چه نظم دهنده؟ ایشون رو میبینین؟ ایشون اینو خودم درست کردم. بگو چی شد؟ آخ ببین اون روز من اومدم از این جعبه ها بخرم واسه اینجا، بعد به این فکر افتادم که یعنی دیدم این جعبه ها در میاد دونه بذارین بول کردیم شما دونه 2,500,000. بعد ببین اوکیه ها خب، چون اون مثلا خب آیکیا و اینا، من اینجورم که حالا بذار امتحان کنم، شاید خودم تونستم یه دونه خوشگلش رو درست کنم، یه دونه تمیز. خب بعد هیچی دیگه، خانومی که شما باشی یا آقایی که شما باشی، عزیزی که شما باشی، این شد که من استارت این پروژه رو زدم، ویدیوش هم برای شما درست میکنم. الان من هر باکس رو زیر 500,000، یعنی دارم با تقریبا 200,000 تومان، اولش فکر کنم میشه 500,000 تومان، بعد یوزن دارم نه بابا 4 تاش میشه 500 میشه، نه ببخشید نزدیک 1 تومن. آره ببین تمام مسائلی که گرفتم، از کارتونی که گرفتم تا کنف، تا اون هم نخ کنف، هم پارچه کنف، هم چسب، همه اینا تقریبا 1 و مثلا 100-200 اینجوری ها شد
که تقریبا میشه باکسی 300,000 تومان دیگه. الان دیدم تو ذهنم سریع حساب کردم چون امروز دوباره خرید کردم، اینقدر میشه. و تازه من مثلا نرفتم بگردم ارزون ترین جا رو پیدا کنم، ولی خلاصه این کار دستی امروز من دیروز یکیشو درست کردم، بهتون گفتم چیل دی بود. امروزم میخوام 2 تا دیگه‌شو درست کنم و یکیشم نگه دارم جلوی دوربین برای شما درست کنم که بتونم ویدیو بگیرم. موکا رو ببینین، موکای مامانشه، پلنسس مامان. همین الان داشتی به من قور میزدی، یه دور دیگه قور بزن بچه ها ببینن. بچه ها چند روز پیش سالگرد اومدن موکچین زندگی ما بود. بعد واقعا از وقتی که موکاچینو اومدن تو زندگیمون خیلی زندگیمون عوض شد. ببین من همیشه گربه نجات میدادم، بعد بچه که ترک بودم خیلی گربه مثلا خب داشتم چون همه از تو خیابون نجات میدادم و یه 3 تاشم دیگه پیش خودم مونده بودن، بقیه رو واگذار میکردم، آگهی میکردیم. اون موقع تو یه سری پیجا بودن آگهی میکردیم میگرفتن همه، یعنی مثلا واگذار میشد. ولی یه دونه گربه مشکی داشتم که بهم میگفتن هیچ وقت این گربه مشکی رو واگذار نکنید واسه یه سری مسائل، مثلا یه سری ها میگن یه سری کارهای خیلی اگریسیو انجام میدن با این قضیه و فلان و اینا، کارهای خیلی خطرناک و حالا خودتون سرچ کنین. خب من نمیگم خیلی چون کیسه بدی. بعد من گربه مشکی منگه‌ام اسمش فنقل بود، حالا عکسشون رو براتون گذاشتم. فنقل، نامنه و اولوچو. نامنم یه چشش چون کور بود نذاشتمش برای واگذاری چون گفتم احتمالاً کسی مثلا خیلی نمیخواد داشته باشه، بیچاره زردم بود، خیلی هم عشق بود. یه دونم داشتم اولوچو. اولوچو هم بغلی خونم، چون اون دوتا خیلی بغلی هم ما اولوچو بغلی بود دیگه، اولوچو رو نگه داشتم. ببین مامان منم واقعا تمام این گربه ها رو که من نجات میدادم اصلا با اینی که خیلی مشغله داشت اصلا کم نمیذاش. یعنی مثلا من یادم یه بار یه گربه تو خیابونمون ماشین زد، مامانم رفت براش CPR انجام داد، همه کار کرد که اون زنده شه. چون من اومدم خونه گریه مدرسه. بعد دیگه نمیدونم یه گربه داشتم که این دهیدرات، یعنی یه بچه گربه من تو جلو در خونمون دیدم، گفتم خدای من تمام گربه‌های کوچه رو چی میگن درست درمونشون کردم، این دیگه کجا پیدا شده؟ حتی من همون روزم داشتم میرفتم خیریه‌ای که عضو هستم و اینا، گفتم خدای این دیگه این فیسقلی از کجا پیدا شدم؟ دهیدراته، یعنی مثلا براش هیچ آب نداشت، لاغر شده بود، انقدر بود، کوچولو بود. بعد دیگه خیلی هم چی میگن ضعیف شده بود. بعد دیگه هیچی، خلاصه اینو بردم توی، مامانم گفت والا دیگه تو رو خدا نیار گربه. همین یه دونه دیگه با ترس و لرز بردم، گفتم خدای چیکار کنم، خدای دیگه نذار جلو دست من و اینا، ولی این آخریش باشه. دیگه بردم گذاشتم توی حموممون، بعد آب و غذا براش گذاشتم تا برم کارمو انجام بدم خیریه و برگردم. بعد برگشتم دیگه به مامان گفتم مامان ببخشید اینجوری شده. خب موقع مامانم باید منو میبرد دیگه، منو برد دامپزشکی. بعد تو دامپزشکی به ما قطره و اینا دادن، یه قطره‌ای داده بودن که ما مثلا تقریبا هر 2 ساعت باید میریختیم. بعد ما مثلا هر 2 ساعت آنژیوکت داشت 20 تا دونه قطره. خب بعد ما اینو بردیم چیز، یعنی ما نصف شب من و مامان بردیم تو همون حمومه. به مامانم گفتم همچین مثلا، یعنی دکترم گفت که همچین چیزیه. گفتم اوکی ما باید پس نصف شب هم بیدار شیم. ببین من و مامانم نصف شب بیدار شدیم، من اینجوری میگفتمش رو دستم، یکی اینجوری این سرم رو میگرفت و با مامانم 20 تا دونه رو میشمردیم و دوباره میذاشتیمش این بیچاره رو اونجا و این حالش خوب شد. اتفاقا اینم واگذار کردم، یه آقای گرفتش برو شیراز. آقا اومد چیزو خیلی هم تاش هم چند وقت بعدش، نه تا الان مثلا میگم تا همین چند وقت پیش، نه تا چند وقت بعدش هم عکس و فیلم من میگرفتم ازش، مثل کاری که خودم با مامان موکا میکنم. منم برای مامان موکا هر از گاهی عکس و فیلم از موکا میفرستم که داشته باشن حالش باید. خدا رو والولندی بود، بعد تو پیجم خیلی میبینه ولی سری عکس مخصوص خودش میدم چون میگه میذارم بک‌گراند گوشیم. بعد دیگه هیچی دیگه، خلاصه حالا من ولاگ روزی که موکاچینو اومدن تو زندگیمو براتون گذاشتم. یه روزی بود که من خیلی هم کلا اون دوران مثلا دوران پر استرسی بود برام و واقعا وقتی موکاچینو اومدن تو زندگیمون خیلی حالمون خوب شد.
بچه من رسیدم به این مرحله. ببین این کنفه رو من از خرازی گرفتم، ببخشید تناب کنفی رو من از خرازی گرفتم. اینم که لوازم تحریریات دارن. من سایز چسب بزرگ رو گرفتم چون این کارا چسب بیشتر میخواد، کوچیک خیلی به کارم نمیاد. اینم ببین این گونی ها واسه کولره. خب اگه اشتباه نکنم من از ابزار فروشی خریدم و به اسنپ سفارش، یعنی حتی توی چیز بزنین گونی، خب بعد میاد. یه حالا یکی از گونیایی که میاد این مدل است و دیگه همین. حالا این قسمتشو، قسمت بالاییشو ببین اومدیم ردیف تا اینجا. قسمت بالاییشو من یه حالت چی میگن چسب عادی میزنم. خب بعدا من روی این قسمت ها رو چیز میکنم. چسبم تموم شده. این قسمت ها رو من دوباره با این نخی که دارم میکشم میام روشون میپوشونم. خب اینطوری. حالا این برش چسبم کم شد، اما یکی اضافه کنم. اینطوری اضافه میکنیم. بعد اینجا رو میزنم. خدا شکر اونقدرم این چسبا داغ نیستن آدم نتونه هندل کنه. بعد من تا اینجا که این آرم والولند تموم میشه، چون من جعبه‌های والولند دارم، تا اینجا میارمش، یعنی این تنابمو میچرخونم، ولی قبلش اینو میزنم که یه دور روی این اومده باشه. و دیگه از داخلم من اینو دوباره به داخلشم چسب میزنم که کم شیک وایسه. ببین اینطوری میشه. خب اینجا چسب زدم، اینو میدم میاد این تو که به این بچسب. ولی حالا این گوشه‌شو خیلی مهمه، اگه میخواین تمیز در بیاد اینطوری باید تا بزنین این گوشه‌شو. ببین به داخل اینو من تا زدم و چون تا زدم دوباره من یه چسبی میزنم که این حالت تا شدهش بمونه، تمیز بشینه این تو. آره اینم این بر دوباره. ببین یه دور دیگه نگاه کنین، اینجا رو چسب زدم، اینو از بکنم بعد جایی رو چسبم، ولی حالا یه دور تست میکنم. آره اینجا این مدلی دیدین؟ اینم از این. حالا داخلش هم این من میذارم قشنگ بره همین داخل باشه. دوباره کفش هم من چسب میزنم، حتی این زیر اینجوریش هم برمیارم چسب میزنم. بعد اینو میذارم قشنگ. آی داشتم میسوختم. اینو اگه به داخلم دوباره اینطوری بزنیم که چه بهتر. حالا اینو من چسب میزنم، بذاریم یه دقیقه صاف کنم. اینطوری اینم این مدلی. آره خب من الان این قسمت داخلش هم دوباره اینو یه تای میزنم که شیک باشه. خب ببین اینجا دوباره من چسب رو میزنم. خب اینو حالت حالا همین نیمه تاشم در نظر میگم. حالا دوباره من اینجاشو قیچی میکنم الان. بعد به این صورت برشم بزنم کار تمیز وایسه. آره طوری خوب میشه. حالا من الان اضافهش این یه تیکر یه کوچولو قیچی میکنم. حالا من الان این کنفه رو ادامه میدم. از ببخشید الان یه سمت دیگهش مونده. الان ما میایم این سمت هم دوباره از همین این پارچه ها میزنیم. خب ببین این عین همینه. حالا من اینا رو اینجوری خریدم. شما میتونید مثلا پارچه های عادی که تو خونه دارین، یعنی مثلا ملحفه ای هم حتی شاید استفاده کنین، پارچه متقال بگیرین متری و نیاز نباشه که مثلا این مدلی بزنین، کل پارچه رو میذارین این رو، بعد اینطوری شکل میدین بهش. اونجوری هم میشه انجام بدین. ولی خب من حقیقتا نزدیک خونمون پارچه فروشی نبود. بعد واقعا هم دلم نمیخواست که این پروژه رو بندازم. من بخوام یه چیزی وای دستم سوخت، یه ذره داغ بود.
من حقیقتا اینکه بخوام یه پروژه‌ای رو انجام بدم و خیلی الکی بخوام بابتش مثلا اذیت بشم خوشم نمیاد. میگم آقا جان هدف اینه که آدم خیلی راحت و سریع کاری رو انجام بده. اینکه قرار باشه پدر خودش رو دراره که به خودش تقریبا میتونیم بگیم کوفت میکنه دیگه. ببین من باید اینو یکم چیز کنم، قیچی کنم از این یه تیکه تاش، حالا تا نصف رفتم که اینجا این تمیز بایسته اینهاش. من اینجا رو یکم کوچولو چسب کاری میکنم اینجوری. آها میبینی اوکیه خداییش. این من اومدم تا اینجا پیش رفتم، حالا این یه دونه رو دوباره چیز میزنم، چسب میزنم، ولی ببین این تیکه‌شو با قیچی برش دادم. خب حالا با یه کوچولو بیشتر برش بدم، بعد مثلا یه حالت نرمی باید این آخرش رو درست کنین که شیک تموم شه. شیک تموم شه، شیک. آره دیگه، یعنی کارتون اتمامش مثلا خیلی تصویب کاری و اینا نباشه. من تمام اینایی هم که زده بیرون رو دوباره تمیز میکنم 100%. اینا اینطوری. خب آره خب حالا این یه تیکرم ببین خیلی چیزش نمیدونم. آره اینا میتونم اینطوری میزنم که این قشنگ بره تو خورده این یه تیکه که درم نره. اینطوری میگم دستم اینجوری میکنم. ببینین چه پنهان شد. و اینم والا، اینم باکس جذاب ما که حالا ایناش هم که بکنیم تمیز ترشه خیلی جذاب ترم میشه. ببین این الان خوراک موکاچینوه برن داخلش. مثلا ایناشو همزمان میخوام دوربین میگیره یا نه. طوری بچه‌ها اینجا رو ببین چه خوشگل شد. ببین حالا اینجا رو ویدیوشو میگیرم برای پیجم، ولی ببین من باکس‌ها رو برای اینجا میخواستم، یکی هم برای اینجا، ولی اینجا خب من واقعا عذر میخوام اینجا ترکی دادم، حقایق زندگی رو به شما نشون میدم، ولی باید برای اینجا هم 1 2 3 4 5 6 تا درست کنه، یعنی 5 تا دیگه. و ببین الان ساعت 10 شبه و من 2 تا رو رسیدم درست کنم. بعد با ادامه کنفم یعنی نخم اینا رو درست کنم. این زیر لیوانیه، اینم ویدیوشو میخوام به شما براتون بذارم ببینیم. ببین حقیقتا آموزشش اصلا سختی نیست، ولی هم که ببینین و دست به کار بشین، چون واقعا من خودم زیر لیوانی میخوام. ببخشید این یکی دیگه خیلی خسته شدم. من خودم زیر لیوانی میخوام و حوصله مدل خاصی پیدا نکنم که بخونم میاد، و واقعا این کنفی حقیقتا بیشترین چیزیه که بخونه من میاد. شاید الان این چسب و این مقوای زیرشو نمیدونم، این مثلا نخش نهایتا شده باشه مثلا 5 تومن، نمیدونم میستی توی مایه ها. اینم زیر بشقابیه، اینم باز دوباره یکم خسته بودم درستش کردم. اینم زیر بشقابیه که دقیقا میخوام یاد بدم. و اینم پشتشم دوباره بچه‌ها یه دونه حالت پیتزا تور داشتم، پیتزا برای آره، بعد با کارتون اون درست کردم اینا. خب امشب الان ساعت 10 شبه، من برم بخوابم.
خب خوش اومدین به امروز از این ولاگ هفتگی. امروز پنجشنبه است. من صبح بیدار شدم، همونطور که دیدین امروز صبحونه و تمیزکاری خونه خدا رو شکر با همسرم بود. واسه من یکم بیشتر خوابیدم و استراحت کردم و برام صبحونه درست کرد، خیلی کیف داد. الانم میخوام یه میکاپ خیلی خیلی کوچیک انجام بدم، ولی یعنی چند مرحله است. مرحله اولش کوچیکه، بعد هی بیشترش میکنم. پالت های سایه منو فقط بزرگن ها. واقعا خیلی خوشحالم که به این مرحله رسیدم که میتونم از پالت هام کامل استفاده کنم. یعنی منظور این که مثلا اینجوری نیستش که ندونم باید باهاشون چه ترکیبی بزنم. انقدر دیگه من ویدیو دیدم و اینا، قشنگ یه چیزی پیدا کردم، یه دید کلی پیدا کردم. قبلا مثلا پالت داشتم خلا اینو من چجوری اصلا استفاده کنم، ولی الان خیلی دستم اومده خدا رو شکر. خب الان من میخوام این ویدیوی معروفه که با آهنگ بیلی آیلیشه که میگه نو میکاپ، بعد میزنه نو میکاپ میکاپ، بعد میزنه میکاپ، بعد میزنه میکاپ میکاپ. یعنی مثلا انگار وقتی که آرایش نداری، وقتی که مثلا میگی که آرایش ندارم ولی در اصل آرایش کردی. و مثلا معمولا هم چیه اون قسمتی که میگی آرایش نداری، همینی که من الان دارم براتون انجام میدم، فقط کانسیلر طرف میزنه. منم حالا اتفاقا از غذا خیلی جوش زدم، نمیدونم چرا چی شد یهو جوش زدم. البته ببین یه دونه ماسک شیت ماسک گذاشتم، فکر میکنم سر اون خیلی جوش زدم، نساخت بهم. شیت ماسک چی بود اصلا یادم هم نمیاد چی بود. این الان مثلا میشه نو میکاپ میکاپ. مرحله دوم، البته من یه خط لبم کشیدم. ببین این خط لبای کالر پاپ خیلی خوبه بچه ها. نگاه چقدر لطیفه. اینی تون آکس چیز براتون گذاشتم من که صحبت دهنم تکونم دادم. تو آنباکس لوازم آرایشی که براتون گذاشته بودم این بود. یکم بیارمتون بالاتر. یکیش نو میکاپ میکاپه، یکیش نو میکاپه، یکیش نو میکاپ میکاپه، یکیش میکاپه، که یعنی الان من باید برم سراغ مرحله بعدی. گفتم امروز بیام جلوی شما این آرایشمو انجام بدم. دوربینم اینجا گذاشتم بخاطر اینکه نور الان این سمت خونمون خوبه. ببین پالت اربن دیکی خیلی خفنه، مال چیزه مارول فکر کنم، واسه اترنالز کدوم فیلم میشه؟ یه فیلمی فکر کنم معروفیه که مال یونیورسال استودیوه، ببخشید مال ماروله، این مال اونه. خب آقا من حالا میخوام از این پالته استفاده کنم. بزنم. خب آقا من میخوام از این پالته استفاده کنم. ببین چقدر بامزه است. این اربن دیکی ادیشن خاصش که مال این مارول. ای بابا چی فوکس شد. آره بعد اینطوری. خب نمیدونم امروز چه رنگی بزنم. فکر میکنم سرمه‌ای باحاله، یه سرمه‌ای خیلی جذاب داره. الان آینم ندارم این سمتم که شما هستین. رنگ سورینگ به نام خدا. ببین سرمه‌ای خیلی سخته واقعا، یعنی خراب کنید یه خراب کنید. من این مدل چیزا رو معمولا با انگوش میزنم، به خاطر اینکه با انگوش خیلی راحت تر میتونم کنترل کنم دستمو و حجم سایمو. تدا شد not today maybe tomorrow. آهنگ بیلی آیلیش. این آهنگ بیلی آیلیش چهیرو مال، یعنی در واقع اومده برای فیلم، اسم فیلمش اینجا الان براتون تایپ کردم، نمیدونم چرا یادم میره. این انیمیشن از انیمه های ژاپنی از یک کارگردان معروف که من چند وقت پیشم براتون گذاشتم که دارم میبینم.
چون این انیمیشن من یادم بچه بودم ترسناک بود. ببین چه خوب شد، یه کوچولو ترسناک بود. خب ببین ترسناک اونجوری نبود، ولی تا من وقتی گذاشتم خیلی ریپلای کردم وای ما این انیمه ها رو میدیدیم بچه بودیم، فکر میکردیم الان ما هم یه سری تو مایه های پینوکیو که چه اتفاقی افتاد واسه پینوکیو تبدیل به حیوان شدن، توی این هم همینه. برای اینکه اسپویلش نکنم بهتون نمیگم خب، ولی واقعا همچین چیزیه. بعد من بچه بودم سر همین پینوکیو رو هم نمیدیدم. اینم یادمه که من ندیده بودم، یعنی نصفه دیده بودم تا همون قسمت اولیش و واقعا فریکی شده بودم و بعد تصمیم گرفتم نبینم. بعد دیگه الان که بزرگ شدم که من این انیمه ها رو هنوز ندیدم، برم ببینمش. ببین چه سایه‌ای شد. آها رنگ دومی که زدم کازمیک بلاست. خب یه دونه حالت نقره‌ای طور زدم، این کاش که فوکس بشه رو این. آره این نقره‌ای رو زدم. و این کلا توی سایه زدن چیزی که من از مامان بیوتی یاد گرفتم، واقعا میکاپ با مامان بیوتی یاد گرفتم. و ببین اینو یاد گرفتم که همیشه اینجاها رو روشن بزنین و اینجاها رو تیره. خب البته فکر می‌کنم واضحه. مثلا یادم یه ویدیو صدف داشتش که میگفت اگه فاصله بین چشاتون مثلا کمه اتفاقا نکنین آره بکنین این کار اگه مثلا چشاتون به هم نزدیکه، چون این کار باعث میشه که یکم فاصله بیفته بین چشا و قشنگ‌تر شه. که الان برای من اینجوری شد. اگه فاصله بین چشاتون آره متوسط و کمه این کار رو بکنین، اما اگه فاصله بین چشاتون آلردی زیاده، یعنی الانش مثلا چشاتون فاصله داره، مثل این بازیگر معروفه که چیزو بازی می‌کردین، شطرنج بازی می‌کرد تو اون سریال و عکسش هم براتون گذاشتم، مثلا این فاصله چشاش زیاده. وقتی این شکلین چیز کنین برعکس تیره کنید اینجا رو، یعنی اتفاقا خط چش قشنگ تیره بکشید و اینا. آقا بچه‌ها کفترا میان دم آب گلدونمون گلدون از آب گلدونمون آب میخورن از یکی بالکنمون. اونورم که من آب گذاشتم. خلاصه اینطوری. اینم یه نکته آرایشی گفتم بهتون بگم. خب میریم واسه مرحله این که نو میکاپ بعد میکاپ. حالا الان من این قسمت میکاپشو ببین نگاه کن. من تو اون ویدیو بهتون گفتم که الان این چی میگن، حالا البته الان داره برعکس میفته، فوراور دیو رو گرفتم. خب بعد این من نمیدونم چرا جدیدن همین چیو با دستم به پوستم میزنم، اصلا انگار این هم تازه من چیز گرفتم و بگو اسفنج و اینا، ولی نمیدونم جدیدن چرا انقدر با دست راحت ترم. چی داشتم میگفتم؟ دقت کردی؟ خیلی دیسترکتد میشم، حواسم پرت میشه. اینو که خریدم خب اونجا که تو مغازه بودم، ببین من هر یه دونه شعبه سفورا میرفتم یه رنگشو میپسندیدم. چرا؟ چون ببین نور خیلی تأثیر گذاره. یعنی شما واقعا وقتی یه فروشگاه یا یه مغازه دارید میزنید، اول از همه باید حواستون باشه که چه نوری دارید تو اون مغازه پیاده میکنید. یعنی اصلا واقعا انقدر تاثیرگذاره که شما طرف میتونه یه دونه اینو مثلا کرم پودرش رو انقدر اشتباه تو هر شعبه من یه رنگ دیدم. دیگه روز آخر خانم خیلی بیشتر وقت گذاشت، من تا دم پنجرهشون هی میرفتم هی چک میگم. دقیقا هم سفورای کلبسز بود. بعد همون سفورایی که دم خونه کیم کارداشیانه. چرا میگم؟ چون اصلا این کلبسز رو اینا خیلی بولد کردن، مثل این چیزی که من شنیدم انقدر توی این سریال یه محله خیلی معروفه ولی اینقدر تو سریالشون میگن مثلا ما کلبسزیم بود کلبسزیم، اونجا دیگه خیلی بولد شده. خلاصه اینو از سفورای اونجا خریدم و اومدم بیرون. به خانم گفتم تا یه دقیقه برم بیرون اینو چک کنیم تو ببین خوبه رو پوستم یا نه. بیچاره اومد همه جا با من تست کردیم، ولی باز با این وجود حس میکنم برنزه واسه پوستم. حالا شما بگین نظرتون چیه؟ خودم که میزنم یه حس غریب دارم، ولی این فوراور دیور تا الان برای من خیلی خوب بوده. ببین من همیشه از کرم پودر، یعنی مثلا 5 سال بود از کرم پودر برند استیلادر دبل ورش استفاده میکردم. خب فوق العاده است، خداییش هم بهتون میگم فوق العاده است. ولی ببین برای منی که خیلی روزا باید میکاپ کنم به خاطر کارم، مثلا میام جلو دوربین و اینا، واقعا جزو بدترین گزینه های
پوستیه، یعنی از این جهت که خیلی کاور سنگینی داره. به من میخوام رژگونه صورتی بزنم، نمیدونم مثلا من اینو مثلا سوالمه الان من اگه مثلا سایم آبیه تو قسمت رژگونه رنگی چی باید آدم معمولا انتخاب کنه؟ فکر میکنم باید هلویی انتخاب میکردم، هلویی نود تور. خود یه حسن نداشتم. آره خیلی سم اینا رو بگم، کاش یه بیوتی بلاگر اینا رو بگه به ما. بعد آره خلاصه این که با اون به شدت من جوش میزدم و الان خیلی خوشحال و شاد و خندانم که اومدم اینو گرفتم، چون که اینو چند بار امتحان کردم دیدم خوب چیزیه. یه دونه هم ژیوانچی گرفتم ولی این به نظرم بهتر از ژیوانچی است. ببین این ژل ابرومم شاید باورتون نشه ایرانیه، البته چه باورتون نشه دیگه الان ایرانی انقدر خفه شدن، از برند سلیمی. ببین من یه دونه ساینا الفت و خیلی آیتماشون رو توی چیزم دارم استفاده میکنم، این پالتشون رو، یا حتی مال بودو میکاپ برای شیماکاتوزیان هیروشیما و واقعا هم راضیم. ببین خداییش خیلی خوب میزنن، یعنی هم شیما هم ساینا پروداکتاشون عالیه. ببین اینو نگاه کن، اشتباه بودم، یه دونه دارم از صوبای سمیرا الفت، اگه بتونم پیداش کنم خیلی خوبه. چیز گلاسه ولی یه حالت چیز داره، یه حالت بیرنگ، اصلا خیلی عجیبه. بزنی بهتون نشون بدم. ای بابا چه پیداش نمی کنم. اینا صوبای سمیرا الفت، الان پیداش کردم. این شکلیه، میبینی؟ خب بعد میزنی بیرنگه ها ولی ریلایت یه سگرکینشه هکاینا از. حالا من پیج صوبای سمیرا الفت رو اینجا براتون گذاشتم، از تو پیج خودشون میتونین ببینید ناکن داره صورتی میشه، از تو پیج خودشون میتونین تهیه کنین، ولی داستانی که هست اینه که فکر کنم آنلاین بتونین بخرین. آره حالا برین تو پیجشون ببینین از کجا میشه تهیه. برای من ساینا لطف کرد فرستاد، رفته بودم دبی پیششون برام آورد. آره چقدر دلم من براش تنگ شده. خب واسه یه قسمت میکاپ من الان نه چیز زدم، نه حالت اینکه کانتورینگ انجام بدم زدم، نه ریمل زدم. یعنی بعد این ویدیو این شکلیه که یکم مراحلم داره قاطی میشه، چون مثلا من اینو الان انجام نمیدم، قبل از چیزام انجام دادم، ولی خب احساس کردم. ببین این فنتی بیوتی جالبه، تو کل دنیا جزو بهترین برندهای آرایشی سلبریتی هست. یعنی مثلا سلبریتی های زیادی اومدن برند آرایشی زدن دیگه، خب ولی مال فنتی بیوتی جزو بهترین های دنیا شده. یعنی مثلا همه میگن نه کیفیتی که فنتی بیوتی داره خیلی خفنه. البته ور بیوتی سلنا گومز عشق دل من اونم جزو برندهای خیلی خوبه و جالبه بدونین برند کایلی جنر جزو بیکیفیت ترین برندهای آرایشی سلبریتی توره. خب هرچند که مثلا خیلی فروش داشت وقتی که شروع کرد، ولی الان مثلا کیفیتش بهتر نشده، مثل که افتم کرده. یعنی چیزی که من شنیدم میگن در حد مثلا برندهای دراگ استوریه، نه برندهای لوکس. مثلا فنتی اینطوری نیست، فنتی خیلی حرفه‌ایه. یعنی مثلا میکاپ آرتیستا از فنتی استفاده میکنن ولی میکاپ آرتیستا از کایلی استفاده نمیکنن. منم که این سمت صورت هم نمیدونم میدونین یا نه، کلا یه لکه از سن بلوغ هم داره. وای بچه‌ها من الان اینجا کولر زدم و من از وقتی که از سفرم برگشتم نمیدونم چرا انقدر به کولر حساس شدم. یه هفته اول که خون دماغ بودم کلا، بعدم که الان که در خدمتتونم درست خون دماغ نیستم، ولی بدنم نسبت به هوا و خشکی هوا خیلی سریع واکنش نشون میده و واسه همین کولرم که روشن میشه سریع بدنم ریاکشن نشون میده. ببین یه خط چشم بهتون گفتم تو ولاگم گرفتم از شارلوت تیلبری، الان میخوام بهتون نشونم. ولی یه چیزی بگم واقعا سخت توی
دوربین من الان بیام خط چشم بکشم، ولی تا جایی که بتونم بهتون نشون بدم که چجوری میکشم. باز اینم یه لایوی من با مامان بیوتی گذاشتم تو دوره کرونا، الان قدیمی ها یادشونه، اونجا صدف هم یاد داد، تو لایو بهم یاد داد، شاید باورتون نشه. دیدی چقدر راحت کشیدم؟ اینو گذاشتم یه اینطوری، بعد تموم شده رفت. و واقعا بهتون بگم این مدل خط چشم از همه مدل خط چشمی به نظر من شیک تره، چون خیلی جزئی و اتفاقا زیباست. بعد من این خط رو ادامه میدم، ببین چه شیک میشه. حالا ولی حالا الان اون یکی چشم هم میکشم، ببین خط چشم چه خوب شد. خب سایه هم میبینی؟ ببین یعنی یکی از دور میبینه فکر میکنه مثلا من چقدر پرفشنالی از حرفه اومدم مثلا سایه کشم، چون این انگشت خیلی چیز عجیبیه. ببین واقعا امتحان کنید. یادم آیدا نادری یه بار اومده بود خونه دفتری، من داشتم خونه قبلیشون رو کمکش میکردم دیزاین کنیم، بعد میگفت والا من اونجا یه دفعه دیدم، من مثلا اومدیم استوری بگیریم، سریع اومدم یه دونه مثلا آرایش کردم، مثلا یه دقیقه آرایشی بکنم. بعد میگفتش که اونجا من برای اولین بار دیدم که آقا چقدر با انگشت میشه راحت میکاپ کرد و اونم خیلی توی میکاپ، اینجا مثلا سیاه کردم، اونم خیلی توی میکاپ پیشرفته است. یعنی به نظرم پیشرفته، نمیگم الان خودم پیشرفتم ولی به نسبت اوکی. اینا خودش دوستای میکاپ آرتیست هم میگن خوبه میکاپ، تعریف از خودم باشه. من این ماسکارا من جدید خریدم. آقا من میگم ماسکارا به خاطر اینکه ریمل اسم برنده، ماسکارا اسم یعنی کلا میشه بالا دهنده موجه مثل تاید و اینا دیگه. یادم یکی از دوستام چند سال پیش اینجوری میگم، گفت یه چیزی بگم والا دیگه، حالا ماسکارا چیه؟ بگو ریمل دیگه، چرا میخوای تو همه چیزت انگلیسی صحبت کنی؟ گفتم ببین این اینجوریه، مثلا داستانش اینه. گفت جدی میگی؟ من نمیدونستم. گفتم آره بابا دیگه، حالا درست آدم یه موقعی از دهنش در میره انگلیسی صحبت میکنه ولی دیگه نه اینقدر. و یه چیزی هم بهتون بگم، حالا نه که بگم پاس دانستن زبان فارسی مثلا مهم نیست، خیلی مهمه، ولی من حس میکنم یعنی مثلا من جاهای دیگه میرم، مثلا البته جاهای دیگه بیشتر الان دارم بهتون کشورهای عربی رو میگم، مثلا اونا خیلی ریلکس ترن اگه یه کسی ناخودآگاه بیاد از کلمه انگلیسی صحبت کنه، چون من تو ناخودآگاه نیست همش دارم آهنگ ایرانی میگم، ایرانی گوش نمیدم، یعنی همش آهنگ خارجی گوش میدم، یا همش دارم فیلم خارجی میبینم، یا همش یوتیوب انگلیسی میبینم، واقعا توی همچین فضاییم. خب بعد همش هم دارم یاد میگیرم، یعنی زبان یه چیزیه که شما همیشه در حال یادگیریشینی. حالا من حداقل خودم با اینی که مثلا در حد آیلتس و اینا هم یه دور خوندم و مثلا کار رو انجام دادم، باز همچنان احساس میکنم دارم یاد میگیرم. خب و ناخودآگاه این میاد انگلیسی، نه که واقعا فاز مثلا چیزی باشه، چون تو مغزم من خیلی موقع دارم انگلیسی مکالمه میکنم. مثلا تو ایران یه جوری میگن آره طرف اینطوریه، طرف عقده‌ایه. بابا نیست آقا، اینقدر چرا یو هارش ببینن انگلیسی، چرا اینقدر سنگین هم دیگر رو، خشن هم دیگر رو قضاوت میکنیم؟ نه مثلا من فقط دارم چون یاد میگیرم ناخودآگاه هم انگلیسیه، مغز من هنوز تفکیک نکرده این دوتا کلمه رو، این دوتا زبان رو. ببین من آمریکا که فکر کنم بودم اینو گرفتم، یا شاید هم موقع مصاحبم از قطر گرفتم، یادم نیست. اینم اربن دیکیه. چون چرا گفتم اینو؟ چون که میخواستم بگم که ببین من مداد ابروی صوبای سمیرا الفتم خیلی دوست داشتم، خیلی. اون مدادیه، یه طرفش هم براشه. این اربن دیکی هم ولی خوبه، یه طرفش اینطوری قلموییه.
اینی من ولی اصلا بلد نیستم. یعنی احساس کنم این قلمویی جزو تخصصات میکاپ آرتیستاست. بعد من دوستم ساینا میگفتش که والا تو رنگ مثلا ابرو چون سیاهه باید مدادت هم سیاه باشه. خب ولی من نمیدونم چرا دوست دارم توی ابرومو قهوه‌ای بکشم. یادتونه قدیما مود بود هر کی موهاش مشکی بود ولی ابروهاشو میرفت یهو قهوه‌ای روشن میکرد. من مثلا این دوتا رو ترکیب کنم الان. ببخشید فینمونم همش به خاطر کولره. خب اینم میکاپ نهایی من اون ویدیومو گرفتم. حالا الان میخوام پاشم برم ویدیویی که میخوام براتون این هفته بذارم و بگیرم. ویدیو چیه؟ همین این جعبه ها رو من خب اینجا تو یوتیوب بهتون دیروز نشون دادم ولی اون ویدیویی که بشینم جلو دوربین درستش کنم و انجام ندادم که امروز خودم میخوام همین دوربین رو بذارم روی سه‌پایه و بگیرم. بزن بریم. خب بچه خواستم بساط فیلم برداریمو بهتون نشون بدم که خودم تنهایی چجوری فیلم میگیرم بابت نور و اینا. و این سه‌پایه هرم که من از آمازون گرفتم و خیلی دوستش داشتم. بعد روی این شوفاژرم پوشوندم حقیقتا تو ویدیو خیلی بده. بعد ولی وقتی مثلا این کرم خیلی مشخص نیست. حالا دیگه ان شاءالله که نتیجهش خوب بشه. در هر صورت تنهایی فیلم گرفتن اینش سخته.